برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با عرض سلام و ادب، شوکتی محمد هستم. برنامه تحلیلی دیدگاه را برایتان تقدیم میکنم. امروز در برنامه درباره خودفروختگی های عده از روحانیان میخواهم صحبت کنم. راستی سری همین موضوع صدها نامه ها به ما رسیده بود، اما وقتی درک میکنی که توف کنی بروی خودت برمیگردد، خاموشی را پیشه میکنی. اما فکر میکنم نباید در این مسئله خود را بگرنگی زد، چون در طرف مقابل همه را مثل زاچه بازی دارنده ایستاده‌اند. چند روز پیش روحانی یک زمان معروف در تاجیکستان، سراج الدین عبدالرحمانوف ملقب به ایشان سراج الدین، دوباره بازداشت شد. هنوز معلوم نیست چه نهاد او را بازداشت کرده است، اما قرار دادگاه درباره بازداشتش صادر شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی روز 12 نوامبر از بازداشت ایشان سراج الدین همراه با چند شاگردش خبر دادند. دیرتر رسانه‌ها نوشتند که وزارت کارهای داخلی از بازداشت این روحانی معروف اظهار بیخبری کرده است. کمیته دولتی امنیتی ملی و دادستانی کل تاجیکستان هم تا هنوز ساکتند، حرفی نمیگویند. معلوم نیست ایشان سراج الدین با چه اتهامی بازداشت شده است، چه گناهی دارد. البته روزی حتما عیب او را اعلان خواهند کرد و شاید خودش هم نزد نواربردار حاضر شود و به کدام جنایت اقرار شود. دیگر مهم نیست سبب بازداشتش چیست. سوال اصلی این است که چرا روحانی که 7 سال آخر کارش تنها حمایت از رژیم امام علی رحمان بود، از طرف همین رژیم بازداشت شد. قبل از بازداشتش در سال 2009 ایشان سراج الدین با آشتیناپذیری و تندگویی‌هایش معروف بود و یکی از سبب‌های کسبی معروفیتش هم همین گفته می شود. به همین تندگویی‌ها ایشان سراج الدین معروف شده بود. اما بعد رهاییش از زندان، این روحانی که قبلا از عملکردهای ضد دینی حکومت شدیداً انتقاد میکرد، یک باره به مبلغ دینی سیاست‌های حکومت تبدیل یافت. مبلغ، اگیتاتور حکومت در هر بحث دینی که در شبکه‌ها پیدا می‌شدند، از ایشان سراج الدین استفاده می‌کرد و فتوایش را می‌گرفت. حالا در گمان است که نفری که به خاطر رهایی از تعقیب فشار و زندان از پرینسیپ‌های دینیش دست کشید، به جنایت دست زند که باعث بازداشتی دوباره اش شود. فرضیه اصلی این است که میسیه ایشان سراج الدین به آخر رسید، رسالتش تمام شد و مبلغ مثل ایشان سراج الدین دیگر به رژیم لازم نیست. حالا روحانیان در کشور تنها برای تبلیغ سیاست‌های رژیم استفاده می‌شوند و هر نفری از آنها که در خور این میسیه نیست، یا در زندان است و یا از کشور فرار کرده است. گزینه سوم وجود ندارد، به استثنای چند نفری خیلی معروف که بازداشتشان میتواند سبب شروع ناآرامی ها شود. اینها خیلی کمند، چند نفر، انگشت شمار. این روند و این عنعنه بیش از 10 سال است که در کشور ادامه دارد، اما برای اکثریت روحانیان درس عبرت نشد. همان گونه که 10 سال پیش به این دام می افتادند، تا حال روحانیان ما اختیاراً به سمت آن می روند و هم دین و هم دنیایشان را خراب می کنند.
قبل از همه حکومت برای این هدف از جماعت تبلیغ استفاده میکرد. این جماعت با عدم شرکت مسلمانان در سیاست تبلیغ میکرد. یعنی میگفت برای مسلمان ها سیاست لازم نیست. و آن زمان که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور پایگاه مستحکم بین مردم داشت، چنین تبلیغ به منفعت حکومت بود. انا برای همین جماعت تبلیغ فعالیت میکرد آزادانه. این جماعتی ها که به نیرنگ رژیم پی نمی بردند، از حکومت و آزادی دینی برایشان فراهم شده ستایش میکردند. جناب عالی محترم امام علی رحمان همین قدر آزادی را داده است، بعضی کرنمک ها نمیفهمند. همین خیلگویان تبلیغ میکردند. ولی چون رژیم دید که حتی تبلیغات ضد سیاسی این جماعت بالاخره به نفع رقیب اصلی سیاسیش تمام می شود، فعالیت جماعت را منع کرد. قسمی از اعضای آن به زندان رفتند و قسمی دیگر مجبور به فرار از کشور شدند. شکار حکومت از آنها تا حال ادامه دارد. تا حال. اکنون چی گفته ایستاده باشند؟ بعد جماعت تبلیغ نوبت سلفی ها رسید. با وجود اینکه سلفی ها دموکراسی، پارلمان، سرقانون و غیره را نظام کفر میخوانند، حکومت توانست از آنها نیز علیه مخالفین به اصطلاح شیکه سازد. شیکه. با آنها اجازه داده شد از نظام کفر تنها شرکت حزب اسلامی در آن را بررسی کنند. همین نظام کفر است. یعنی حزب اسلامی ممکن نیست. فقط همین قدرش بررسی شود تمام. در نتیجه تمام فعالیت سلفی ها به مبارزه علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روانه گردید و آنها کفر بدنی دموکراسی، پارلمان و غیره را برای مدت فراموش کردند. حتی به اینها به تلویزیون تاجیکستان راه داده شد. چندین روزنامه‌نگاران معروف با استعداد راه نمی‌یابند که در تلویزیون دولتی تاجیکستان کار کنند، اما به این سلفی ها راه داده شد. فقط برای چی؟ برای آنکه گویند که در اسلام حزب نیست، حزب بدعت است و هکذا و غیره. بعد انجام وظیفهشان این جماعت هم اکستریمیستی اعلان و فعالیتش ممنوع شد. تا حال سالانه صدها نفر با اتهام سلفی بودن بازداشت و روانه زندان می شوند. تا حال چندین نفرشان سربگریز هستند. شاخه از همین جماعت که مدخلیان گفته می شود، برعکس رئیس جمهورها را امیرالمؤمنین می خوانند و اطاعت با آنها را از واجبات می دانند. اما نه رژیم تاجیکستان و نه رژیم های دیگر دیکتاتوری با آنها هم رحم نکردند. همه این مدخلی های کشور هم یا زندانیاند و یا فراری. در قزاقستان که این رویه پیروان زیادی داشت، هزاران نفر بازداشت و زندانی شدهاند. از عجایبات های این جماعت این است که حتی در زندان و هجرت نیز از دیکتاتورها دفاع میکنند و به همان نظرشان که باید از پیشوا اطاعت کرد صادق هستند. عجیبش همین است. درست قبل یکی از مبلغان این جماعت با نام اسکندر که با درخواست تاجیکستان در عربستان سعودی بازداشت شده بود، با تاجیکستان آورده و همراه با همسرش به بازداشت پیشکی گرفته شد. بیچاره را
هم خودش هم همسرش را حبس کردند و فرزندانش را به مامای بابایش دادند. یک نفر دیگر با نام نظرت الله نیست، حالا تا به حال در عربستان سعودی محکم است. رهبر این جماعت هم که دیکتاتورهای آسیای مرکزی و هم ملک سلمان را پیشوای مسلمانان میخواند، این همین نظرت الله چند سال است در زندان عربستان به سر میبرد. من همین خیل. بعد سلفی ها نوبت به امامان مسجد ها رسید. اول به امامان مسجد ها شرط ماندند که اگر میخواهند منبرهایشان را حفظ کنند باید علیه مخالفین برآمد کنند. سپس شرط ها سخت‌تر شدند. اول طلب کردند که باید همان موضوع در منبر صدا دهد که کمیته دین معین میکند. سپس با مخالفت به قانونی قبول کردهشان مبنی به غیر سیاسی بودن مسجدها از امامها طلب کرده شد که سیاستهای حکومت را تبلیغ نمایند. هر روز جمعه پیش از نماز جمعه به امامان مسجد یک مکتوبچه می رود. یک مکتوب می رود. او مکتوب خطبه نماز جمعه. خطبه نماز جمعه حمد و ثنای پیشوا. در جایی که در منبری که باید حمد و ثنای خداوند گفته شود، حمد و ثنای پیشوا گفته می شود. با این همین قدر همت مسلمانی پس رفته است که یک امام می براید در منبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حمد و ثنای جنابش می کند، حمد و ثنای پیشوا می کند. و گیرد همین منبرش را گیرد میموری به گشنگی. رزق را الله می دهد. پگاه اون فرزندانی که داری وقتی که از این کار بی‌حیایانه، بی‌شرمانه، نامردانه تو درک می‌یابند، علم پیدا میکنند، آگاهی پیدا میکنند، برای آنها چگونه نگاه میکنی؟ میفهمند که یک پدرش را که تمام دیهات احترام میکرد، حرمت میکرد، یک نفر بی‌حیا بود است. ببینید یک امام به خود حق میدهد در منبر رسول الله حمد و ثنای خدا را نیو، حمد و ثنای مخلوق را کند. ها تا به حال کرده ایستادند. تا به حال به جای خطبه تا به حال همون مکتوب را میخوانند. با وجود همه این سر از سال 2016 تا امروز صدها امام مساجد بازداشت و زندانی شده اند. همین قدر صادق هستند، همین قدر صادق هستند. جزای صداقت را بینید. اگر خطا نکنم در گلستان شیخ سعدی یک حکایت است که مضمونش همین است که هر کی به خاطر به دست آوردن دل مخلوق، به دست آوردن دل مردم اگر الله را فراموش کند، الله همون مردم را بر ضد همون میخیزاند، بر ضد همین نفر میخیزاند و بدبینی را در دل همین مردم بیدار میکند.
حالا این امامان ما رضایت الله را یک سمانده میخواهند دل مردم را به دست بیارن، دل جنابشان را به دست بیارن. با وجود همه همین یک تا چینده شده ایستادن، یک تا چینده زیر پشت پنجره زندانشان کرده ایستاده است حکومت. نه تاختنهایشان علیه مخالفین، نه اطاعت بیچون و چرایشان به کمیته دین که از طرف معاون سابق سیمومین یتیموف اداره می شود، نه تبدیل دادن منبرها به دستگاه تبلیغاتی حکومت کمکشان نکرد. حالا یکی از سرسخت‌ترین مبلغان این رژیم، ایشان سراج الدین، برای بار دوم بازداشت شده است. الله نشان ندهد، اله آزاد شود، امکان زیاد وجود دارد که دوباره روانه زندان گردد. ببینید، تنها خودش نه، حالا با همراه خودش چند نفر را گرفته برده است. گفته می شود همراه با ایشان سراج الدین چند شاگردش نیز در بازداشتگاه قرار دارند که بینشان یک بلاگر هم هست. طبق تخمین ها این بلاگر مؤسس صحیفه صدای امید است، صحیفه یوتیوبی. قریب 300,000 ابونچی دارد که از مبلغان دیگری رژیم محسوب میشد و بیشتری تبلیغات ایشان سراج الدین توسط صحیفه یعنی همین صدای امید نشر میشد. همین صدای امید دایم شکرانه جنابش کرده میگشت. ببینید احوالش چی شده است. یادتون باشد ایشان سراج الدین سال 2009 همراه با پسرش به 7 سال زندان محکوم شد و ماه ایون سال 2013 با عفو آزاد شد. عفو یعنی چی؟ از جنابش عذر پرسید. عذر نپرسیده عفو نمی شود. این چه خیلی است. ببینید، در منبرها، در تویها، در معرکه ها مردم را دعوت میکردی، مردم را به سوی خداوند میخواندی، به سوی راه راست میخواندی، از گناهکاری، از بدکاری مردم را باز استید میگفتی. چگونه عفو پرسیدی؟ یعنی گفتی همین کارهایم خطا بوده است، من احمقی کردم که مردم را به راه راست دعوت کردم. عفو یعنی چی؟ وجدانت کجا شد؟ ناموست کجا شد؟ رادیوی آزادی با استناد به منبعش در نظام دادگاهی نوشته است قرار حبس سراج الدین عبدالرحمنوف سوی دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی الکی صادر شده است. منبع گفته است که قضیه آنها مخفی است و به این خاطر هیچ شرح داده نمی شود. آنها را آوردند و قرار حبس پیشکیشان را گرفته بردند. حکومت برای زبان کوتاه کردن و سپس استفاده بردن روحانیان و فعالان و سیاستمداران از راه‌های زیاده، از جمله راه‌های غیر قانونی و نامردانه و غیر انسانی دهشت‌آور استفاده می‌کند. بنابراین نمی‌شود آنهایی را که بعد بازداشت یا زندان شدن تغییر موضع کردند محکوم کرد. اما آنهایی هم هستند و شمارشان متاسفانه خیلی زیاد است که تنها به خاطر حفظ همان منبر مسجد دینشان را به سودا گذاشتند. در نتیجه نه تنها نتوانستند منبرشان را حفظ کنند، بلکه برای همیشه آبرو و موقعی را که بین مردم داشتند از دست دادند. از ملا و ایشان و حضرت و شیخ بالاگذر و حرفشان همیشه تاثیرگذار بلگن بردار و چاپلوس و برخی ها حتی خبرکش و جاسوس تبدیل یافتند. دنیایشان که کاملا خراب شده است، آخرتشان چی شده باشد؟ اینجا نهایت برنامه امروزی ماست.
برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شد را لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.